به صورت تجربی آموختم. ولی اون دوره‌های تجربی برای من کافی نبود. همون سال به یکی از مؤسسه‌های آزاد هنری بازیگری رفتم و اونجا دوره آزاد بازیگری رو گذروندم. ابوالفضل مطهری هستم. از سال 1384 در مدرسه وارد گروه تئاتر مدرسه شدم و اونجا دوره‌های نمایشی رو و این باعث شد من نگاه تازه و حرفه‌ای به هنر نمایش داشته باشم. در مدت زمانی که در عرصه تئاتر فعالیت می‌کردم با دوست‌های آشنا شدم در سینما که گرایش منو نسبت به کارگردانی تغییر دادن و علاقه من هر روز به کارگردانی فیلم زیادتر می‌شد. از کجا برم؟ بعد از اینکه در هنرستان فارغ التحصیل شدم، در دانشگاه در رشته کاردانی عکاسی و کارشناسی کارگردانی سینما شرکت کردم و بعد از فارغ التحصیلی چندین فیلم کوتاه ساختم و چندین کار تئاتر رو به عنوان کارگردان، بازیگر و نویسنده برای اجرای عموم روی صحنه. ولی اینجا خارج از اون فضا برای من بود. پرفورمنس باعث شد نگاه من حتی نسبت به حرفه و تجربه اصلی من که سینما و تئاتر و کارگردانی و بازیگری فراتر بره.